وزارت کارهای خارجی تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحاد اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد. اما شرف رحیمی، سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان به نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ با سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست. در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست‌هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم، یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیت آن رو، یعنی نشست سران دولت‌های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه. این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب‌های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد. رد شدن این موضوع در حالی است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزنویسی گازت نوشت که قرار است در دایره این نشست‌ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه اوگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ذوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می‌سپارد. محمد شمس‌الدینوف، کارشناس روابط بین الملل، از دوشنبه میگوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می‌شوند. اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصاد خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی. موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبانها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتر گروه‌های طرفدار حساب دانشمندان، رسانه‌ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی‌دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش‌ها همیشه این بوده است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می‌آموزد.